سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. یکی از مهمترین بخش‌ها توی وبسایت یا هر اپلیکیشن دیگه بحث فرم ها و درج اطلاعات هست که قرار یک سری فیلد ها ما بذاریم و دیتا رو از کاربر بگیریم. توی فرم ها یه بحث مهمتری هم که هست بحث ولیدیشن ها هست که ما قرار قبل از اینکه دیتا رو ارسال کنیم برای سرور حداقل کلاینت ساید یه سری چیزها رو چک کنیم که بار سرور برای ولیدیشن کردن بیاد پایین تر. توی این کلیپ قصد دارم که برای توسعه فرممون از تن استک فرم استفاده کنم و برای ولیدیشن فیلد های فرممون از زاد میخوام استفاده کنم. برای اینپوت ها و استایل هامون هم از MEI قرار استفاده کنیم که یه ظاهری شکل داشته باشه که متریال دیزاین هم هست. خب برو بریم برای انجامش. خب مثل همیشه توی اولین مرحله میریم برای نصب ریاکت و ایجاد پروژه ریاکت خودمون که قرار این کار رو با ویت انجام بدیم. اسمش رو میذارم TS4 شما هم نوشتم TS Forms میذارم اسمش رو. از ریاکت تایپ اسکریپت و استایل سی نمیخوام، نه خودم نصبش میکنم و پروژه‌مون رو ایجاد میکنه. میریم داخل فولدر پروژه‌مون که ایجاد شده و VS کد رو بالا میاریم. خب بعد از اینکه پروژه‌مون رو ایجاد کردیم نیاز داریم که پکیج هاش رو بزنیم نصب بشه. حالا پکیج هاش میخواد نصب بشه، یک سری کد به صورت دیفالت خود ویت میزنه که اینا رو ما نیازی بهش نداریم. خب بعد از اینکه پکیج هامون نصب شدن یه اجرا میگیریم ببینیم که به درستی کار میکنه. بله اپمون بالا اومده و میریم برای نصب لایبرری MUI. برای نصب MUI ما نیاز داریم که 3 تا پکیج نصب کنیم. یکیش MEI متریال هست، یکیش Emotion React و Emotion Style هست. بعد از اینکه MUI رو نصب کردیم 2 تا پکیج دیگه هست که ما وقتی که میخوایم از MUI استفاده کنیم برای راست به چپ کردن سایتمون بهش نیاز داریم. یکیش استایلیست هست و یکیش MUI استایلیست پلاگین RTL هست. در ادامه بهتون توضیح میدم که برای چی کاربرد دارن اینها. داخل پروژه‌مون یه فولدری ایجاد میکنیم به نام پرووایدرز و 2 تا پرووایدر نیاز داریم برای این اپ ایجاد کنیم. یکیش MUI تم پرووایدر هست و یکی دیگهش هم RTL پرووایدر. گفتم اینها رو میخواییم برای راست به چپ کردن سایتمون استفاده کنیم. MEI تم پرووایدرمون رو ایجادش میکنیم. این قراره که مسئولیت تم متریال دیزاینمون رو بر عهده داشته باشه که سر تا سر وبسایتمون از یک دیزاین سیستم پیروی کنه. داخل اینجا خود تم پرووایدر متریال UI رو ریترن میکنیم که یه اروری که به ما میده به خاطر اینه که تمش تعریف نشده. تم متریال UI رو با فانکشن خودش که کرییت تم هست به این صورت ایجاد میکنیم و در نهایت این پایین به تم پرووایدرش پاس میدیم و داخل
پرووایدرمون نیاز داریم که اون چیلدرن هامون رو هم بگیریم و این پایین رندر کنیم، همینجوری که خود اوتو کامپلیت آیدیمون داره ایجادش میکنه. وقتی که میخوایم تم رو کاستومایزش کنیم، اولین چیزی که گفتم ما فارسی زبون ها حداقل نیاز داریم اینه که دایرکشن سایتمون رو راست به چپ کنیم که RTL هست. بعد میتونیم از پلت رنگی سایتمون مود سایتمون که لایت باشه یا دارک رو تغییرش بدیم که من اینجا دارک میذارم و خب رنگ اصلی یا پرایمری کالرمون رو هم من به رنگ گلد میخوام در بیارم که کم ظاهرش شکیل تر باشه. کد رنگی گلد یا طلایی این هست و تنها مورد دیگه ای که میمونه یه سه مثلا کاستومایزیشن کردن ها، مثلا میتونیم اینجا بوردر هامون رو بیشتر کنیم، مثلا بگیم بوردر رادیوسمون باشه 12 به جای چیزی که هست. و بحث فونت سایتمون رو من حالا چون روی کامپیوتر خودم ایران سنس نصب دارم میذارم، ولی شما بایستی که اگر اون فونتی رو بهش آدرس دهی کنید که حتما داخل CSS سایتتون فراخونیش کردید و فایلش رو داخل سایتتون گذاشتید. من بخاطر اینکه کلیپمون سریعتر جلو بره، چون همین فونت ایران سنس رو روی کامپیوتر نصب میذارم که فقط یه مقدار از اون حالت سوبر بودن اولیه سایتمون در بیاد و ظاهرش قشنگ‌تر بشه. برای بخش کدهای RTL پرووایدر اون دو پکیجی که این پایین بهتون گفتم MUI استایلیست پلاگین RTL و خود استایلیست به کارمون میاد که همون جوری که خود سایت متریال UI گفته اگر وارد کاستومایزیشن بشید و رایت تو لفت رو برید، اینجا استپ بای استپ گفته که چجوری باید R2L کنیم. اولیش اینه که خب HTML مون یا اون فایل اصلی سایتمون رو RTL کنیم که این از اینجا انجام میشه. دومین مرحله‌مون داخل تم هست که همون جوری که دیدید توی تم پرووایدرمون من اولین کاری که کردم این بود که RTLش کردم. نصب اون دوتا پکیجی بود که بهتون گفتم و یه کدی داره اینجا برای اون پرووایدره که حالا به سادگی میتونید کپی کنید و خیلی طولانی میشه بخوام توضیح بدم که این پکیج ها چجوری دارن کار میکنن و راست به چپ میکنم، ولی خب ما صرفا میخوایم سایتمون راست به چپ بشه. کپی میکنیم و کار خودش هم به درستی انجام میده. بعد از اینکه کپی کردیم فقط کافیه اینجا داخل فایل مینمون بیایم و ازش استفاده کنیم. یکیش همون تم پرووایدر میشه، البته MUI تم پرووایدری که ما خودمون درست کردیم، و بعدیش هم RTL پرووایدر میشه که خب حالا اینجا به اسم RTL نوشته ولی من یه دونه پرووایدر بهش اضافه میکنم و البته که اکسپورتش هم نکرده که بتونیم داخل اپلیکیشنمون استفاده کنیم. برای اینکه داخل MUI استایل دیفالت سایتمون از بین بره و استایل های دیگه نباشه، از CSS بیسلاین میتونید استفاده بکنید و یادتون باشه هر استایلی که اینجا هست داخل اپ پاک کنید. حالا من اینجا صرفا میتونم خود فایلش که اینجا بهش آدرس داده رو پاک کنم و هیچ مشکلی پیش نمیاد. و میریم اینجا داخل اپلیکیشنمون از کامپوننت های متریال که درست کردیم استفاده کنیم. یکی از کامپوننت هاش تایپوگرافی هست که خب حالا ما اینجا میخوایم اسمش رو بذاریم فرم ثبت نام، حالا هر فرم مهم نیست، یک سری فیلد ها میخوایم از کاربر بگیم و خب یه باتنی هم بذاریم که ببینیم صرفا سایتمون
اون ظاهرش به چه صورت هست که میشه حالا ثبت نام یا همون ارسالی که توی ورژن دمو. از وریانت کانتیندش میخوام استفاده کنم. بله، سایتمون ظاهرش اوکیه، فونتمون رو شناخته RTL شده و گوشهاش هم گردتر شده. قبل از اینکه بریم برای ادامه کلیپ، اگر تا اینجای کار کلیپ براتون مفید بوده دکمه لایک رو بزنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید. ممنونم. خب تو این مرحله میخوام برم برای نصب تن استک فرممون که همون جوری که داخل سایتش گفته میتونیم بریم داخل get start. اینستالیشن و از دستور npm تن استک ریاکت فرم استفاده میکنم. حالا تا داره نصب میشه میتونیم برای نصب ولیدیشنمون هم که گفتیم قرار از زاد استفاده کنیم اینجا npm زاد رو هم اضافه میکنیم. زاد خیلی پکیج سبکه و به سرعت انجام شد. استک فرم هم انجام شد و دیگه فکر نمی‌کنم پکیجی مونده باشه برای نصب و میریم برای ادامه مراحل. اینجا قبل از این که بخوایم از فرممون استفاده کنیم بذارید ظاهر سایتمون رو کمی بهبود بدیم. یه کانتینر من میذارم برای بحث فاصله ها که مکس فیدش رو حالا میذارم یه کوچیک‌ترین حالتی که میتونه باشه و میگم که از بالای صف هم حالا یه فاصله داشته باشه. اینجا از استک استفاده میکنم برای استفاده از تن استک فرم نیازه که اینجا بیایم و فرممون رو ایجاد کنیم. برای ایجاد فرممون میایم از دستور یوز فرم خود تن استک استفاده میکنیم که یک سری ولیو ها اینجا میتونیم بهش بدیم، دیفالت ولیوز و خیلی چیزهای دیگه. برای اینکه ما داریم از تایپ اسکریپت استفاده میکنیم یه بار نیازه که اصلا اون تایپی که میخوایم اینجا داخل فرم ازش استفاده کنیم رو دیفاین کنیم. من اینجا از تایپ نمیدونم فرم تایپ هم اسمشو میذاریم فرم تایپ و خب فیلد هایی که نیاز داریم و اینجا تعریفش میکنیم. یکیش نیم هست که اونجا داشتیم، یکیش بحث ایمیل بود، بحث ایج بود که نامبر بود، اینکه آیا ازدواج کرده یا نه، بحث این که توضیحاتی بخواد بنویسه، یه دیسکریپشنی داشته باشه و حالا شهرش که شهرش به صورت آبجکتی هست که از آیدی که به صورت نامبر هست و لیبل استرینگ داره استفاده میشه. و اینجا داخل یوز فرممون اگر تایپ بالا رو بهش پاس بدیم داخل دیفالت استیت که نه، داخل دیفالت ولیوز همش رو به صورت تایپ سیف میاره که بخوایم مقدار دهی کنیم که اینپوت هامون مقدار اولیه‌شون چی باشه وقتی که فرم ایجاد میشه. و یه فانکشن دیگه ای که داره خود آن سابمیت هست.
هر زمانی که همه چیز اگر اوکی بود و خواست که اینجا بیشتر برای API کال استفاده میشه، زمانی که همه چیز اوکیه و اون دیتای فرممون میخواد برای بک‌اند ارسال بشه. دیتامون هم داخل ولیو هست. پس اینجا چی میشه؟ send data to backend. حالا ما فقط صرفا لاگش میگیریم دیتامون رو. توی مرحله بعد میریم برای تعریف اسکیمامون، برای ولیدیشن کردن فرممون که قبل از اینکه بخواد ارسال بشه به بک‌اند بحث ولیدیشن انجام بشه. برای ولیدیت کردن نیاز به تعریف اسکیما داریم که اسکیما رو ما میایم با زاد تعریفش میکنیم که اینجا زاد رو از اون بالا ایمپورت میکنیم و میگیم که اسکیمای ما یک آبجکت هست. و حالا قبل از اینکه بخوایم تعریف کنیم اگر ببینید اینجا هیچ اسمی رو پیدا نکرده. برای اینکه بخوایم از خاصیت تایپ اسکریپت استفاده بکنیم میتونیم بگیم که این اسکیمامون تایپی از اون تایپ بالا هست و زاد تایپ بهش میدیم و اون فرم استیتمون که اون فرم تایپمون که اون بالا هست رو ازش استفاده میکنیم. حالا اینجا به راحتی اوتو کامپلیت میاد و تمام فیلدهای بالامون رو نشون میده. از اسممون شروع میکنیم که میگیم اسم یک استرینگ. اینجا خود اوتو کامپلیت، خود ساگجسشن VS Code خیلی کار آمده و داره نشون میده. و میگیم که مینش نمیدونم کمترین اسم 6 تا و خب حالا میتونی تو پیغام هشدار بدی به کاربرت که نام باید حداقل 6 کاراکتر باشه. بحث ایمیل هست که میگیم زاد دات ایمیل هست و اگر ایمیل نباشه، اگر حالا هر مشکل داشته باشه هر حال بهش میگیم ایمیل معتبر نیست. خود اوتو کامپلیت داره انجام میده، خود ساگجسشن IDE. و یه ولیدیشن دیگه هم فقط میذاریم برای سنش که میگیم که این بار ایج از نوع نامبر هست و خب داخل نامبر هر چیز غیر از نامبر قراره که این ولید باشه. سن باید عدد باشه. اینجا خودش هم مینش رو 18 گذاشت و پیغامش که سن باید 18 سال باشه رو هم نشونش داد. فقط کافیه که اینجا داخل خود فرمی که داریم ایجاد میکنیم بهش بگیم که ولیدیتورات چی هستن، که ولیدیتور ما اینجا اون اسکیمایی هست که بالا با زاد استفاده کردیم. اینو در نظر داشته باشید که ریاکت در نظر داشته باشید که تنستک فرم از انواع ولیدیتورها میتونه استفاده کنه، مثل زاد، مثل یاب و چیزهای دیگه، ولی من خودم ترجیحم زاد بود. اون اسکیمایی که اون بالا درست کردیم رو بهش پاس بدیم. تا اینجا 90% کار لاجیک ما انجام شده و دیگه فقط میمونه رندر کردن اینپوت هامون که بتونیم توی نمایش ببینیم. و خب آره دیگه میمونه فقط رندر کردن اینپوت هامون. اینجا من کنسول رو هم بالا بیارم که ببینیم چی کار باید بکنیم. وقتی که ثبت رو میزنیم لاگ بگیره. حالا همینجوری که میبینید لاگ نمیگیره به خاطر اینکه ما ولیدیتور داریم و خب البته که تریگر نمیشه این فرم چون جایی استفاده نشد. این پایین میایم دونه دونه اجزای فرممون رو میسازیم. اولیش خود اون فرمی که اون بالا درست کردیم رو باید اینجا استفاده کنیم
که خب این باتنی هم که گذاشتیم میره داخل خود فرم و تایپش میشه از نوع سابمیت و اینجا توی ایونت آن سابمیتش فکر میکنم و میایم و میگیم ای استاپ پروگریشن ای پریونت دیفالت و اون فرم بالامون رو تریگر کن سابمیتش رو. حالا برای استفاده از فیلد ها توی فرممون نیاز داریم که همون فرم رو مجددا استفاده کنیم و بگیم از کامپوننت فیلدش ما میخوایم اینجا استفاده کنیم. کامپوننت فیلد دو تا فیلد اجباری داره، یکیش چیلدرن هست که قراره اون فیلدی باشه که میخواد رندر باشه و اون یکی یه پروپرتی دیگه هم که داره نیم هست و میگم اون بالا چون ما تایپ براش مشخص کردیم اینجا دوباره اوتو کامپلیتش به درستی کار میکنه. اولین فیلدمون نیم هست که ما از تکست فیلد خود MUI میخوایم استفاده کنیم. لیبل نام رو براش میذاریم و اینجا البته داخل چیلدرن دو تا پروپرتیشو نیاز داریم، یکیش ولیو هست، یکیش استیت هست برای گرفتن ولیو و دومی برای چینج شدنه که هندل چینجه. حتی هندل بلور رو هم میتونیم بگیریم اینجا، نیاز نداریم چون که ما ولیدیتورمون روی آن سابمیت داره عمل میکنه. ولی خب حالا گرفتیمش و خب بریم برای اینکه فیلدمون رو نمایش بدیم که این تکست فیلد قراره که یک دیفالت ولیوی داشته باشه که اینجا از فرم میاد که حالا خالیه، ولی خب حتما باید اینجا ذکرش بکنیم که از state.value میاد و زمانی که کاربر چیزی تایپ میکنه قراره که ولیو کاربر داخل هندل چینج اون بالا بیاد و استفاده بشه. بحث چیز رو هم انجام ندادم، هندل اینجا خودش انجام داد برام. میمونه فقط یک بحث دیگه، اون هم بحث ایرور هندلینگ یا ولیدیشن ها بود که استفاده کنیم که بتونه پیغامش رو به کاربر نشون بده اینجایی که ما قراره دکمه ثبت رو بزنیم. الان اگه ببینید هیچ ایروری این زیر نمیندازه، ولی خب این فیلد حتما باید پر میشده. قبل از که این کار رو بکنیم من برای اینکه این ظاهرش یه مقداری بهتر بشه میام و یه استکی میذارم و یه گپ 2 بهش میدم. 2 تا پروپرتی داره فیلد تکست فیلد MUI. یکیش پروپرتی ایرور هست که میگیم شما زمانی ایرور بده که داخل این استی که از بالا گرفتیم داخل متا و داخل ایرورزش ایروری وجود داشته باشه. ایرورها از نوع اری هستن و میتونه چند تا ایرور داشته باشه یک فیلد. و بحث دیگه نمایش پیغام ایرور هست که از خود هلپر تکست استفاده میکنیم که باز داره همینجوری که خود آیدی داره ساگجست میکنه استیت متا ایرورز و اولین ایرورش رو میخوایم به کاربر نشون بدیم که خب حالا اینجا از همون خطا میگیره به خاطر اینکه میگه مسیج میتونه وجود نداشته باشه. ولی خب حالا ما خب بریم ببینیم پیغاممون رو نمایش میده یا نه، که بله پیغاممون رو نمایش میده که نام باید وارد بشه و 6 رقم میشه.
و میریم دونه دونه این بقیه اون فرم هایی که حالا توی اون صفحه‌ای که اول کار نشونتون دادم رو داشته باشیم. به همین ترتیب میریم برای ایجاد فیلد های بقیه فیلد هامون. یه فیلد دیگه ای داشتیم به نام ایمیل که خب حالا فیلد ایمیلمون هیچ تفاوت خاصی نداره با اون فیلد بالایی، همه چیزش یکیه، فقط لیبلش رو تغییر میدیم به اسم ایمیل و تایپ خود تکست فیلدمون رو هم بهش میگیم که از نوع ایمیل باشه. برای فیلد سنمون هم به همین صورت میریم جلو و میگیم که تایپ شما هم نامبره، با یک تفاوت فقط. زمانی که اینجا داره آن چینج انجام میشه این ولیو به صورت استرینگه، ما فقط بهش میگیم که شما به صورت نامبر بشو و پارسش میکنیم یه جوره که به خطایی نخوریم. بله، فیلد هامون به درستی دارن رندر میشن و پیغام خطای خودشون هم نشون میدن. فیلد بعدی که هست فیلد چک باکس رو میتونیم بذاریم برای حالتی که ازدواج کرده بود یا نه، که همون کدهای بالا، با این تفاوت که اون چیلدرنی که میخواد رندر بشه دیگه خود چک باکسه. برای نمایش چک باکس توسط MUI نیاز داریم که از 2 تا کامپوننت استفاده کنیم. یکیش فرم کنترل لیبل هست برای نمایش دادن لیبل چک باکسمون که خود لیبل رو بهش پاس میدیم که متأهل هستید، همینجوری که سایجست میکنه. و پرپرتی بعدیمون کنترل هست که اینجا نیاز داریم که از چک باکس استفاده کنیم. اینجا پرپرتی چک دش رو از حالت از خود استیت میگیره و پرپرتی آن چینجش هم مثل هم بالا باید براش ست کنم. چون نیم رو بهش پاس ندادم، نیم اشتباهی رو پاس داده بودم، فکر میکرد که نام بره. اروری داریم فیلدمون رو نبستم و بعد چک باکسمون هم درست شد. بعد از چک باکسمون 2 تا فیلد دیگه داریم. یکیش دیسکریپشنه که این از نوع همون تکست فیلد اولیمون هست، با این تفاوت که چند خطیه مثل همون تکست ایریا خود HTML میمونه، فقط به خاطر اینکه انواع اقسام فیلد ها رو داشته باشیم اینجا من از این فیلد استفاده کردم. دیسکریپشن، توضیحات و اینجا 2 تا پروپرتی داره، یکیش مولتی لاین هست، یکیش روز هست که میتونه چند سطر کاربر وارد کنه. و و فیلد بعدیمون هم فیلد اون شهر کاربرمون هست که میخوایم حالت آپشن تور داشته باشه. برای استفاده از آپشن ها از کامپوننت اوتو کامپلیت MUI من استفاده میکنم که
اینجا دو تا پروپرتی داره. یکیش آپشنز، یعنی همون آپشن هایی که قرار رندر بشه که کاربر از بین اونها استفاده کنه. که خب حالا اینجا مثلا من به صورت تست میتونم بیام 3 تا شهر رو براش بذارم. حالا بعد شما میتونید این آپشن ها رو مثلا از بک‌اند بگیرید و اینجا رندر کنید. که من به صورت تست 3 تا شهر رو میذارم و حالا برای رندر اینپوتش هم باید بهش بگی که توی چی میخواد رندر شه، که من میخوام از تکست فیلد استفاده کنم. اینجا پارامزش رو میگیرم و داخل خود تکست فیلد پارامزش رو بهش پاس میدم، با این تفاوت که یک لیبل شهر هم من اینجا بهش میدم که یک لیبل داشته باشه. و مثل همون بالا فقط کافیه که ولیوش رو بهش پاس بدی که میشه state value. و برای بحث آن چینج هم آن چینجش رو هندل کنیم که پاس بده به فرممون. این رو ما نمیخوایم، ولیو رو میخوایم. هندل چینج. خب بذاریم داخل وبسایت ببینیم بعد به درستی داره انجام میشه. اینجا ولیدیشن رو داریم و چیزی لاگ گرفته نمیشه برای ما، ولی اگر همه چیز رو وارد کنیم ما حالا رضا ادسان رضا دوتایی اینم از میلمون، سنمون رو هم بالای 18 حالا 19 میزنیم، متأهل که نیستیم، شهر تهران این برای ثبت. بله همینجوری که میبینید این دیتاییه که از فرم، این دیتایی که داخل فرم وارد شده و ارسال میشه برای بک‌اند. و اگر دیتای اشتباهی کاربر بخواد وارد کنه قبل از اینکه ارسال بشه برای بک‌اند، یک بار سمت کلاینت ولیدیشن میشه و بار سرور میاد پایین. اگر این آموزش براتون مفید بود و این کلیپ رو دوست داشتید، کانالم رو سابسکرایب کنید و با من همراه باشید. کلی کلیپ آموزشی دیگه هم در ادامه خواهیم داشت. مرسی که تا اینجای کلیپ همراه هم بودید. من رضا برتی هستم، اینجا کانال کودیاره. خدا نگهدار.